رحمانов یک گپ گفت من هم گپش 100% تصدیق می‌کنم درباره همین ماشینا. گفت که یا ماشین یا نمره در پیش میزنن یا نمرش در قفاش میزنن در ماشین میدروه یا ماشین حساب میکنن نمیخلکی. درباره گمرک تاجیکستان من همین چیزا گارانتی میتیم. فرهاد اگر در یادت باشه من یک اوپل داشتم، هم اوپل تاجیکستان رفت. بله هم اوپل تاجیکستان رفت و همینجا قاچاق رفت. فقط همین پولشا وای درمد بلاروس درمد ای بلاروس تا تاجیکستان قاچاق رفتگی. راست میگو. رفت دادری تاجیکستان همون ماشین دادری تاجیکستان نمری تاجیکی داره گشته تاکسی زده. الماس اگه همون پرزیدنت میگه اون بیچاره‌ای کوشش میکنه که گیر منو هم حرام کرده. برادر عزیز رحمانوف بیچاره نیست. نه ما کلیسانی گام میگم. خوشه یه سالده یه بار مجبور میبندنش. رحمانوف چیزاش بیچاره. نه هم گیر منو هم دزدای. هم یا آدم. برادر عزیز نگاه کده وقتی که من در این موضوع هم برادر میگه که عادی رحمان فرسته یک دقیقه برادر الماس داشته بسم یک جواب به هم برادر بگردون. وقتی که من راهبر دولت باشم یا که هر نفری که راهبر دولت باشد وقتی که اطرافی وای همون افرای انتخاب کنه که همون دزد باشن مثلا جنایتکار باشن این عیبش کنیست. عیبش خیلی رحمانوف که همون آدم ها دیگه جمع کرده. رحمانوف میتوانستی نفرایی که لایقی همون وظیفه ها هستن دزد نیستن و جنایتکار نیستن میتوانه که همون آدم های صاف و تازه را بگرده انتخاب کنن. ولی خیلی شما انتخاب یگان وزیر یگان آدم انتخاب کردی هستن تعیین میکنم. نه البته همین موافقی ما در شخصی کنیسه فرمان میدیم که فلانی به وظیفه تعیین کرده شود یا که موافقی ما در هفتاد کنیسه فرمان میدیم که فلانی وظیفه آزاد کرده شود. نه عبدالخلیق بودندگی است نه من همون افراد خودش انتخاب میکنه. رحمانوف یگان آدم بیگان یگان آدمی از بیرون انتخاب نمیکنه. دوره از این معلوم میشه که همون افراد انتخاب میکنه که بلند خودش هستن. یک دولت جنایتکار را قبول داره. فرهاد جان نگاه کن. فرهاد جان همه رحمانوف خیست مردانوار اکو باید که همه مرد اکو مردی شبو گوی همه انسان خیست مردانوار خیست بر آمد کر گفت که من قبول دارم. من همین کلمه را طرفداری همین جناب دارم برای که مردانه خیست گفت که ما از حساب برای خاطر نفس های بعد خودمان همه امروز مهاجران به همه حال زدگی ما فقط در فکر نفس بعد خودمونه. مرد واره اقرار شد. آفرین جناب یک جهان تشکر به شما. نه که همین کلمه را حاضر ببروی همین چاپلوس بگوشکو همین را تکرار کنی میگه نه این کلمه را جانم نگو این را محدی کبیری زدگی هست. انا بدبختی ما دهمیه برادر بدبختی ما میگه این گپی جانب نه این را برای شما زدگی میگه برای مخالفا برای مهاجران نه. حال اون که میگه این کلمه را نه این کلمه جانب نیست این کلمه را محدی کبیری و محمد اقبال گفتگی این جمله را فهمیدی. اینو خیلی انسانان اخی اینو نیری به نیمی هستن. من نمیدونم اینو کیان. خب برادر عزیز اینجا یک نفر دوشنبه کو سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی برادر و سوستنج الحمدلله خوبه. امی گفتنیم که امی امومعلی رحمانوف خلقی توجیک محتاج امی امومعلی رحمانوف نبود. در همون وقتش حاضرم نیست محتاج امی امومعلی رحمانوف توجیکستانی ساخته است که نه جای کار میتیه نه معامله خوب میکنه به شهروندو نه یک کس مقصد میگه تو حق داری گپ زنی. اینا توجیکستان با پیش دیگه هیچ کاری رحمانوف نمیتونه کرده. مقصد رستم امومعلی را همین مساحت دوشنبه را بگو نمیدونه یا که چند کوچه دوشنبه را بگو چند کوچه نمیدونه. امومعلی رحمانوف امروز خودش میخزه میگه که من میدونم که تو چند خونه داری پروکورور را من میدونم که چند ماشین داری اما میدونی چوه با قانون دولت همون را نمیخوابی برای محکم کنی. تو خیلی پرزیدنتی. بله امروز اینا در دهاتو اینا در قشلاق بگیم وقتی که یک شهروند میگیره زمین میگیره 5
5 ساله زمین هم میگیرن یکی هر سال برای زمین داکومنت میکنم با میگو چون ما داکومنت کنم وقتی که ما 5 ساله زمین هم میگیرم میگه که ما پلا دا بولو میتیم ای بولو هم خیلی فرمون های اینا چکو کیس است امام علی رحمانوف چکو کیس است فقط دزد و غارت کیس است با ما میبینیم امروز که خیتای وقتی که امام علی رحمانوف خیلی امام علی رحمان وقت ساعتش میاد تاجیکستان را ترک میروانه که بعد خیتای به حجت دلیرش میگه که بدخشان امام علی رحمان با ما فروخت ما هیچ را دکازت که نمیتونیم بعد تاجیکستان چنقه میمونه تاجیکستان بعد اخیرش میدروه در سستاوی ازبکستان بعد 20 سال پس میگوی تاجیکستان بود میگه نه باید خلق تاجیک در همین دوشنبه هم حاضی آدمی هست که بخیزه دعوا کنه دعوا چی؟ دعوای جای کار کنه دعوا کنه مرا جای کار بته رستم تو شهردار دوشنبه جای کار مبته امام علی رحمانوف تو رهبر دولتی تو بگی ما را جای کار بکن نمیدونم یا چه خیلی کیسه دارن که کیسه‌شو ای بودجت دولت پر نمیشوه خلق تاجیک هیچ محل خب نکنه بخیر ای حق خود دفاع که امروز چی بدبختی امام علی رحمان در سر کلاب آورده است همه را نرکمان کسی پاد خلق کلاب خب یک تا باید تا برده کشته است خلق واسه چو خب مینا در عموم همه خاموش است در عموم همه خاموش است همه من شخصا در همین نظر هستم که باید مردم و همین یک گپ که در یک جنگ شهروندی پیش روی مردم میارن همون دهشت افکنای چی باره داعشی های همون در تدرای امام رحمان در همون دهشت افکن که هستن در عقیدهشون در همون جنگ شهروندی پیش میارن ای برادر وقتی که شما کسی حق خود دفاع کرده جنگ شهروندی که در تاجیکستان نمیشه جنگ شهروندی نمیشه در تاجیکستان به خاطر چی به خاطر اون که مردم اونجا حرکت هم میدونن که این جنگ یک جنگ ساخته بود یک جنگ بود که یک جنگ بی معنی بود ولی مردم امروز بیدار شده که میدونن که این کار اشتباه است بر رفتن امام رحمان بر رفتن این رژیم یگان جنگ نمیشه در تاجیکستان من این اطمینان میدم به شما ولی اگر مثلا این مردم بخیزن دست خیابان ها بریزن 100,000 آدم بخیزن اینا هیچ کار نمیتونن این 100,000 آدم کشته نمیشوند به همون خاطر حاضر همین اصلاح با گفتی چون اصلاحات و تغییرات کلی که دوران در همین تاجیکستان من در دیگه برآمدان گفت گزارش بدم در دیگه برآمدان که یعنی که تو اندازه هست همون در همون محله یک تغییرات میآید ولی که به پورگی نمیآید تو اون که ان امام رحمان هست به خاطر اون که و دیگر یعنی که همون قابلیت همون چی ارزش وگرس همون صنعتی که خوبه که داشت همه عدس وگرس بعد این خودش به خودش بگه ای برادر ما دیگه نمیتونم استعفا من برفتم بعد هم خیلی باید احتجاج کنم این چیزا بله تشکر زیاد برادر فرهاد یک دو نفر امپراتور السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام بفرمایید اولا خداوند زبان تبورا گردانه اکل ماز مقابل دشمنا صبر جمیل بعد در همه گپ اکل غیر ما 1000% طرفدارم که همه مردم تاجیک آزاد بمان گفتی که او برادر گفت در 1 سال تیارم بسازن این گپ ان شاء الله 100% راست است همه زندانیایی که رحمانوف ترمشون کردگی همه بایاشه زید سعیدов امید 88 همه را وظیفه میته که همه چیکار میکنی بکی نجا بانلیسا بساز یا مکتب بساز یا استادیوم بساز یک نمو تاجیکستان گلشکوفان میشه و که مردم در حیرت بمانه فقط مردم تاجیک را آزادی باشه همه گپ دم از 100% طرفدار هستم بله برادر جون انا نگاه کو اینه نگاه کو اگر همین تاجیکستان همین کارپس از بین بره همین اینوستیسیا میشوه کو دیگر دولت ها میوه همین اینوستر ده همین تاجیکستان در همین کمترین مهلت کو همین بحران اقتصادی میبروه برای هیچ یگان مشکلی نیست فهمیدی همین اویلی که مردم برداشتن نگاه کو ما در آلمان دیروز در شبکه‌های همین اجتماعی تماشا کردیم یک انسان همچون مهاجر آمده است از دیگر دولت های عربی به همین جره 20 چند تا اولاد داره در یجا 32,000 یورو هر ماه میتیاش
انا همین آلمان هفته یا که 8 خانهش دادگیه به پول اینوستیسیا کرده شده این همین فردو که اینو که کار برمدن از اویله که همین ها هایکو 30-40% هایکو اویلشون درآمد میگیره همین آلمان فهمیدی اینو در ان ایره دولت پیشرفته میگن اینو نمیترسن چی نمیترسن مقصد که مهاجر در دولت بیگانه آمده 32,000 یورو میگیره 32,000 یورو برای یک عائله هایکو همه خیلی درم داده شده فهمیدی مینیستر در تاجیکستان همه قبولچت نمیکنه همین امام علی رحمان برای چی بکاتم خاطر همین معاش هر ماهش برای ملت عیان نیست من در همین حیرانم برای چی رسانوی نمیشود ای سببه که دیگر نه ناموس موندگی نه وجدان موندگی فقط حرامخوری این فهمیشی من آزادی با مردم تاجیکستان آزادی بر زندانیای بیگناه الله مهربان ما را پیروز بگردانه خداوند شما را نگهبان باشه استعفا این ظالما سربلا باشه تشکر زیاد برادر امپراتور خب برادران عزیز خواهش می‌کنم ما که دستگیری بکنه خدمت تازه آبون در آمده آبونه شوه لایکاتون رو بگذاره خب میریم سلمان بعد مبارز سلام علیکم بفرمایید سلمان بفرمایید سلام علیکم خب این برادر نیست مبارزی گلابی بفرمایید سلام علیکم مبارزی گلابی خب این برادرم نیست خب الماس اجازته بله الماس خب یک چیز دیگه من روشنی اندوختنیم همینجا در همو ابو جاریش همو خریش ادیبک یک چیره برنامه 10 ساله قبل همه وقت چی نم داره جمشید شریف فوای کرد گذاشته است که مقصد 30% یا که 20% یا 25% مردم غرب تحقیر کرده است برادر همین جماعه همچو غرمی نه برادر غرمی ما نماینده های غرمی فهمیدی همین جماعه میگم هر یک انسانی که اگر چاپلوس هست کو همین جمشید شریف خوبش گفته از این منن از بالاش فقط به شرطی که چاپلوسا را گفته باشه فهمیدی چاپلوسا را گفتگی فهمیدی چاپلوسا قطعی برو مدن میگم من چاپلوسا را گفتگی برادر همین موضوع ما جمشید شریف قطعی مو وقت در آسیا بودیم ما یک جویا نبودیم بعد بیا شهر در فیسبوک همین ما وقتی پارتوفتا گفتم همین غرمی را تحقیق کرده واقعا ما گفتم کی کرده گفتن جمشید اگه میکنه یک از همون فیلم جواب بودم داره خب خیلی من عصبانی شدم من جمشید زنگ زدم جمشید به من تماس گرفت گفت که من همین گپ زمان گفتگی بودم که من طرفدار حکومت بودم هم دوره یکی از حکومت دفاع میکردم نمیدونستم ولی گفت که من برام خیلی آشکارا نبیست که من از تمام مردم غرب برای همین گپ بخشش می‌پرسم این 2018 سال بود 2018 سال بود ما بخشیدگی همین جمشید بخشش هم پرسیدگی از نچته بله بخشش بزگی او نه در فیسبوک برامد نویست که ما بخشش برسم برای همین سخن ما خطیبه حسابی کردیم این گپ دیگه برای ما اون چی نداره بخاطر اینکه آدمی که بخشش برسید ما باید میبخشیم یک خدا بخشنده ما کی که نبخشیم یعنی که این ما نمیتونیم که با این گپ با این کار جنگ داره چه که نمیاد برادر از خلی گفت که اصلا ایدیبک یک فتنه‌گر است یک فتنه است بخاطر چی که این همین یک سوالی نه دانش اسلامی دارد نه دانش حقوقی دارد نه دانش دنیوی دارد یگان دانش ندارد و تنها یک پیرامیدی هست که بعضی برادرها در دام می‌دوزن بعضی برادرها فریب میکنن دیگر نمره دیگه آدم‌ها را میگن یعنی یک هدفی هست که در آن گذاشتگی‌اند ایدیبک هیچ کنیست همین بار میگم که ایدیبک این نکته آدمه هیچ کنیست اول وقتی یعنی میبروی از منبر
از این بر عبارت مردم دشنام میکنن، مخالفان تحقیر میکنن، گپای میزنن که در یگان جا یگان انسان دشمنش هم گپ چی نمیکنه، اصلا سزا رو بدونه گپای وای میزنن. گذشته وای هم یک گذشته تاریک، یک گذشته مردکم. اگر که هم دوزی باشه و گذشته هم کاوی نشون میده کی بخ داشت. سلام باشه. اینا نگاه که برادر مرا در همون برنامهش برمادم، دمی اخیرون برنامهش باز مرا بلاک کردگی است، برای که من اونجا پمیدید کردم و دیگه نه یگان گپ زنه. وقتی من باید خواستم همچون انسان بچه نو تولد کرده است، پسرچه یافته، خواستم بگم که تبریک باشه، مبارک باد باشه فرزند. خسته به من مرا چی میگه پیش همه ای بویدو برابر تو دیوانه چی؟ من میخوام تو را تبریک کنم برای فرزندی نو به دنیا آوردگی همسرت، همچون انسان، همچون تاجیک تو میخیزی مرا سگ میگوی. اینا نگاه که وایشا نه مرحمت، من زید نیستم که وای حکومت دفاع میکنه. من عقیده شخصی خود ولی تو راست بگو، همین راست حقیقت گفتن تو هیچ تایش شو میکنه. تو یک حقیقت، یک عدالت، یک تفسیر که همون گپ حقیقت داره. تو از عثمانی حرفون گپ میزنی، مردم مثلا یک دیوانه نیست که باور کنن تو گپ. یک گپای مثال یک گپای یک سخنی میزنه که عموما همین آدم نمیدونم طالب شده من نپرسیدم که من بلاک کردم، بعد سه بقدی بحث کردم، همون یک روز ختم و یک گرفتیم، من بعدی بلاک کردم. دیدی زبلاکی بعد کی کردی میگه که حسین اشرف مردم افروخ. من این وقتی حسین اشرف نشون داد اگر دولت من میخواستم بگم که همین دولت تلویزیون دولت دموکراسی دنیوی باشه، دولت حقیقی باشه، بگذار برادر یا انسان میبره با حسین اشرف گام میزنه، با عبدالخلیق حسین گام میزنه، یا که با همون انا کسی هر قوم انسانی گپ زنه نخواد برای گپ زدن بیان انسان بگیری از زندان کنی. این یک جنایت است در قانون بین الخلقی. وقتی که حکومت تلویزیون کار کرده است میاد 14 نفر برای همین نشان دادن همون چیزی کرده هستند، این خود جنایت است. انگلیسی هم حکومت هم کار کرده است مقامات تلویزیون. دیگر این که خیلی یک بچه یک من باور دارم که ایدی بگه زیر فشار و زیر تهدید، زیر ترس همی گپا را گفته است. یعنی از پیش خیش هم گپا نمیگم بودم. یعنی که ایدی بگه توشش کتمی هست. یک دقیقه نگاه کن. اگر هر یک برنامه مخالفین در همونجا در برنامه برای و یک امتیاز های فهمیدی؟ او دیوانه بی سواد میگیره همین مخالفا را بلاک میکنه. فهمیدی؟ بلاک میکنه. برای چی؟ برای که از حق میترسه. وقتی که من برمادم شما حق هستی و من باطل هستم، تو ببرو دکازت که مرا بلاک نکن. فهمیدی؟ وقتی که من حق هستم تو باطل هستی میگیری منو بلاک میکنی. اینجا پراژن خود نشون میدی، پراژن مغلوبیت حکومت ها. بله. اگر چرا سوال میبرم که چرا مردم میبرن با مخالفان گپ میزنن به خاطر اون که منبر ندارن. مردم جایی ندارن که بزرگ گپ زنن، درد افشا برسونن به حکومت، همین خیلی درد ندارن. اگر باشه دیگه همین ایدی بیگ نه طرفدار مخالفان کنه نه اوس دروغ نزنه، هر انسان برای درد افشا گپ زنن، برای گپ میزنن. این